خدا برکت بده همین دوشنبه پلیس همین کارگرای مقامات با ارزوم رسیدم. یمنه چی مردم تاجیکی که در مهاجرت های مهاجرای مهنتی همه طرفدار شما که تیک توک تحت نظارت کنین. گفتم که ای پلی حرام ایش که دالگا نخورده نمیخورین. برای دو سمپل زنهای تاجیک ازدواج کردین، برای دو سمپل یخید قشت تروش دی ازار تا برواردی در پرمای فیرد، یخید مرخ شدی سرسری درا پریدی. این ای روز دو سمپلی که مهاجرو را خوردگی ای پوچکی بینید میکشن. در نزد قانون باید جواب بگی. تو شهم شرفی تاجیک پس میکنی. یک آدم میتونه که آبروی ملت برداره، با هم یک آدم میتونه که آبروی ملت در زمین بزنه. الله برکتون بده دوشنبه پلیس کارگرای مقامات. خدا دپارتون خور نزنه. صدقاً جدی بینین همی تیک توک که به حد به آبروگی دامو جای. اوی لایک بزن بچو، لایک بزنین. افیر پدیلیت کنید. پرچاتکی کی داره؟ پرچاتکی تپارتو لایک برادرو افیر پدیلیت لایک کی جون ای بخا براد لایک بزن. کی پرچاتکی کی داره؟ بزن پرچاتکی را پارتو. ای راه کوی دور سیر کردم. آواز مرغ کو. استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز فرهنگ و آداب و معیارهای خاص خود را دارد. امروز شبکه‌های اجتماعی را تمام قشرهای جامعه وسیع استفاده می‌برند و هر یک عکس و نوار یا محتوای نشر شونده می‌تواند به جهانبینی، آداب و اخلاق و فرهنگ شهروندان مخصوصاً نورسان و جوانان تأثیر جدی رساند. متاسفانه تا حال بعضی از استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی دیده و دانسته با مقصد زیاد نمودن شماره ابونچیان، جلب توجه بیشتر و به دست آوردن منفعت مالیوی به نشر و پهن‌سازی موادهای غیر اخلاقی ادامه می‌دهند. در همین زمینه از جانب کارمندان شعبه گفتگوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه عملیات مخصوص برگزار کرده شد. در نتیجه شهروندان قاسموف ایدیبک سال تولدش 1994، علیموف فرخ سال تولدش 2007، علاخانزاده مبارکشاه سال تولدش 2003، اولیموف جامی سال تولدش 2001 و گسانова فاطمه سال تولدش 2004 دستگیر گردیدند. معین کرده شد که نامبردگان توسط شبکه‌های اجتماعی تیک توک، اینستاگرام، بیگا لایف و گروه‌های ایمو پیوسته پخش مستقیم انجام داده ضمن برآمدهای خود با استفاده از سخنهای قبیح، دشنام و حقارت، رفتارهای بیرون از آداب و فرهنگ و دیگر عملهای ناشایسته معیارهای اخلاقی را دغلانه ویران نمودند. من 2 سال میشه در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای بداخلاقانه پخش میکردم. لباسای آریان میپوشیدم، شان و شرف زن تاجیکا پاس میزدم، کپای قبیح میزدم. حاضر ای کارای کردگیم پشیمانم، دیگه تکرار نمیشود. مخصوصا شبکه اجتماعی بیگا لایف امروزها به میدان پخش مستقیم و پهن‌سازی عملهای غیر اخلاقی تبدیل یافته است. چنانه به مشاهده می‌رسند متاسفانه امروزها شماره زیادی جوان دختران و جوان پسران از آن استفاده نموده در پخش مستقیم عمل و رفتارهای غیر اخلاقی را انجام می‌دهند. مدت 2 سال می شود در بیگا لایف افیر میکنم، مردم داشنا میکنم، حقارت میکنم. 10 روز پیش در همه پشت موسیقی در افیر خودم افیر کردم، زیاده 400 نفر زیاد بود. حقارت های بیزیبشون کردم، در حالت مست بودن. هر یکشون بخشش میپرسم. استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی هشدار داده میشوند که هر گونه عمل و رفتار بیرون از آداب و اخلاق حمیده انسانی زیر نظارت قطعی مقامات حفظ حقوق قرار داشته نسبت به قانونشکنان چاره‌های دخلداری قانونی اندیشیده میشوند. وابسته به کردارهای قانونشکنی صادر نموده دستگیر شدگان نسبت به 4 نفر به نام بلاگران جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 12 شبانه روز تطبیق گردید.
номурдагон давоми муҳлати ҳабси маъмурӣ ба иҷрои корҳои тамизкорию рӯбучин ва дигар корҳои манфиатноки ҷамъиятӣ сафарбар карда мешаванд. нисбат ба гасанова фотима бошад, нисбаташ ҷаримаи маъмурӣ таъин карда шуд. бори дигар аз шаҳрвандон қатъиян талаб карда мешавад ки зимни истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ одобу ахлоқ, фарҳанги муошират ва талаботи қонунгузориро ҳатман риоя намоянд.